برادران عزیز، برای همین به هر یکی ما و شما لازم است نسبت فرزندانمان باید چه باشیم؟ حساس باشیم در تربیت آنها، تنبلی نکنیم. چی در تاجیکستان چی در کشورهای مثلا مهاجرت مهنتی هم بیرون از کشور هستند، باید نظارت کنیم آنها را که نشود که باز فریب یگان تروریست و یگان افراطگرا را نخورد. بسیار برای هم پدر و مادر و برای هم آنها خیلی درد می‌ورزند است. یک شاعر خیلی خوب می‌فرماید بجای این همه غوغا تو هم سواد آموز، بجای این همه فریاد اتحاد آموز. جهاد اکبر تو حفظ تاجیکستان است. همین حفظ هر وجه کشور برای هر یک ما و شما واجب است. همین جهاد ما همین است، خدمت به وطن.